میخوام یه داستان براتون بگم. یه داستانی که تو زندگی من اتفاق افتاد که اگه دیر جنبیده بودم تموم زندگیمو از دست میدادم و یه عمر باید چوب حسرتشو میخوردم. دختری 19 سالم. قبل از اون که گرفتار دام شیطون بشم، خوندن سرگذشت دخترها و پسرای فریب خورده خیلی منو ناراحت میکرد و نسبت به اونها احساس ترحم میکردم و اونها رو افرادی لایق نصیحت میدونستم. تو تموم دوران تحصیلیم هیچ نقطه ضعفی از نظر مسائل اخلاقی نداشتم. از داشتن دوست پسر و کارهایی مثل این اصلا خوشم نمیومد و همیشه سعی میکردم دوستامو که زمینه چنین انحرافاتی داشتن رو راهنمایی کنم. گرفتار بلایی شدم و فهمیدم همه کسایی که دچار انحراف و اشتباه شدن ذاتاً بی‌بندوبار نیستن، بلکه اغلب اونها هم مثل من بیش از حد به خودشون اطمینان داشتن و اتفاقاً از همین نقطه ضعف بزرگ ضربه خوردن. ماجرا از اون وقتی شروع شد که دیپلم گرفتم و تو کنکور دانشگاه قبول نشدم. تصمیم گرفتم شغلی پیدا کنم. خانواده‌ام با این امر موافقت کردن. فقط مامانم به خاطر دغدغه‌ای که نسبت به محیط کار آینده من داشت با اشتغال من موافق نبود. میگفت دخترم کارو میخوای چی کار؟ بشین درس بخون و سال دیگه تو کنکور شرکت کن. الان واسه طوری نیست که دختر جوان بتونه تو هر محیطی کار کنه. ولی من به خاطر اعتماد بیش از اندازه به خودم تصمیم گرفتم حتما شغلی پیدا کنم تا به اصطلاح متکی به خودم باشم. از اون زمان دنبال کاری گشتم. بالاخره روزی تو صفحه آگهی روزنامه‌ای چشم به یه آگهی افتاد. تماس گرفتم و قرار شد برای مذاکره به محل شرکت برم. به رغم نصیحت‌های مامانم که مخالف این کار بود رفتم، چون حقوق خوبی میدادن. پیگیری کردم و پس از مدت کوتاهی مشغول کار شدم. چند روز بعد اسامی دانشگاه آزاد اعلام شد. منم قبول شده بودم. قبولی دانشگاه فرصتی به مامانم داد تا بار دیگه خساراتی رو که تو محیط کار مردونه میتونه در کمینه دختر جوان باشه به من گوشزد کنه و از طرفی مطمئن بودم که میتونم روابط اجتماعی خودم رو با بقیه به گونه‌ای سالم تنظیم کنم. به نصیحت‌های مامانم توجه نکردم و به محل کارم رفتم تا وارد دنیای جدیدی که به استقبالم اومده بود بشم. بعد از اینکه به کار مشغول شدم سعی کردم مواظب برخوردها و رفتارهای دیگران نسبت به خودم باشم. در این میان یکی از همکارام که جوانی همسن و سال خودم بود و تو شرکت اون آقا فرشاد صدا می‌زدن هر از چنگایی سعی می‌کرد به شکلی سر صحبت رو با من باز کنه. اولش به سردی با اون برخورد کردم، ولی بعدها که یه خورده روم باز شده بود به سوالهای اون کاملتر جواب میدادم. کار به جایی رسید که راجع به محل زندگی، موقعیت و وضعیت خانوادگی، اسم کوچیک، تحصیلات و سایر اطلاعات شخصیم ازم سوال میکرد و منم ناخواسته جواب میدادم. کم کم احساس کردم فرشاد همه افکار منو به خودش مشغول کرده. شبها به حرفایی که بینمون رد و بدل شده بود فکر میکردم و از اینکه تو بعضی از صحبت‌ها پا رو از حد معمول فراتر گذاشته بودم خودم رو سرزنش میکردم. رفته رفته احساس کردم فرشاد تو دلم جا باز کرده و هرچی میخواستم فکرم متوجه اون نکنم نمیتونستم. اونم هرچی بیشتر پیش میرفت خودشو بیشتر به من نزدیک میکرد. دیگه شوخیای لفظی بینمون امری طبیعی شده بود. من هم که دیگه با دوستی با اون بیمیل نبودم، ولی شبا که فکر میکردم خودم رو سرزنش میکردم و میدونستم که رفتن به سمت اون خواست شیطونه، ولی دلم آلت دست شیطون شده بود. تا اینکه روزها گذشت و بعد از حدود 3 ماه از آشنایی روزی فرشاد منو دعوت کرد به رستوران. منم اولش تو شک افتادم، اما بالاخره پیشنهادش رو قبول کردم. تو رستوران من و فرشاد پشت میز گل میگفتیم و گل میشنیدیم تا اینکه غذامون تموم شد. اما یه دفعه هوا بارونی شد و بارون شروع به باریدن کرد. فرشاد از این فرصت استفاده کرد و گفت بهتره تو این هوای بارونی به خونه‌شون که تو همون نزدیکی هاست بریم تا بارون بند بیاد. اولش زیر بار نرفتم، ولی طبق معمول شیطون وسوسه‌ام کرد و با این توجیه که رفتن به خونه اونا
از موندن زیر بارون بهتره قبول کردم. وقتی به خونه‌شون رسیدیم متوجه شدم هیچکی تو خونه نیست. خیلی ترسیدم. به فرشاد گفتم باید زودتر به خونه برم، چون به مامانم گفتم زود برمیگردم. اون ترسو از صورت من فهمیده بود. منو آروم کرد و قول داد به محض بند اومدن بارون خودش منو تا نزدیکی خونمون میرسونه. بعد هم شروع کرد به پذیرایی کردن از من. بعد از چند دقیقه به یکی از اتاقا رفت. من توی این فاصله کوتاه یه دفعه به خودم اومدم. خودمو سرزنش کردم که تو توی یه خونه خلوت با یه جوون غریبه چیکار میکنی؟ تو همین فکر بودم که یه دفعه دیدم فرشاد مشتی مجله جلوی من روی زمین ریخت. از روی جلدشون حدس زدم که محتوی چیان. با نگرانی سرمو بالا آوردم و به صورت فرشاد نگاه کردم. تا یه نگاهی به اینا بندازی منم قهوه درست میکنم. طرز و اضطراب همه وجودم رو پر کرده بود. دیگه یک لحظه هم نمیتونستم اون محیط سنگین رو تحمل کنم. به محض اینکه اون به آشپزخونه رفت تا قهوه درست کنه، فوری از خونه رفتم بیرون. خودمو به یه خیابون رسوندم و خوشحال بودم که از یک دام شیطانی فرار کردم. اون شب تا صبح از ترس بیدار موندم و خوابم نبرد. با خودم فکر میکردم که چی شد؟ آیا بی‌توجهی به نصیحت‌ها و تذکرات بزرگترها و به خصوص پدر و مادرم منشأ این سقوط بود؟ آیا اطمینان و اعتماد بیش از حد به خودم بود؟ آیا عدم شناخت کافی از محیط‌های کاری بود؟ آیا ظاهربینی و اعتماد به ظاهر آراسته و موقر زشت‌سیرتان آلوده اجتماع بود؟ همه این عوامل دست به دست هم دادن تا من را به مرز سقوط ببرن، ولی خداوند منو حفظ کرد. پاسخ به این سوال که به پاس کدوم فضیلت خداوند رحیم من را از آستانه ورود به یک رسوایی بزرگ نجات داد اندکی سخت بود، ولی با کمی تأمل فهمیدم که چشمان همیشه نگران مادر و دعاهای او باران رحمت خداوندی رو روی من نازل کرد تا پیوسته شکرگزار نعمت بزرگی چون مادر و کانون پرمحبتی مانند محیط امن خانه و خانواده باشم. آری دوستان من، شما که می‌خواهید عفیف و پاک زندگی کنید هوشیار باشید. اهریمنان و شیطان صفتان آلوده در این دنیای وانفسا همه جا در کمین عفت و پاکدامنی شما نشستند تا با اندک غفلتی هستیتان را تباه کنند و برای همیشه لکه ننگی بر دامان شما بگذارند.